از اندازه خود زیاد میخوره. و من الانعام حمولتا، الله میگه و پیدا کرده الله از چارپایا حمولتا، او طور حیوانی که بار بردارنده است، یعنی باربر است، باره میبره، و فرشان چیزایی که باره نمیبره، یعنی به زمین متصل است. بز و گوسفند و چیزا را. کلوا مما رزقکم الله، بخوری شما، یعنی عقیده حلال بودن هم داشته باشه از آن چیزی که روزی داد الله برای شما. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شما تابعداری قدمای شیطان نکنه که به نام غیر الله نظر کنه، باز بعد از او را نمیخوره، یا است که به مردم خاص او را میده دیگه کسا نمیخوره. این قید و بنداره که شما دایش میکشی، کلش گپای غلط است، نادرست است. انه لکم عدو مبین، یقینا شیطان برای شما دشمن آشکار است، نمیخواد که شما را حقیقت و واقعیت پیدا کنه، شما را در شرک مبتلا میکنه. ثمانیت ازواج، پیدا کرده 8 جوره را، من الضأن اثنین، از گوسفند 2 جوره یعنی 2 نوعه، و من المعز اثنین، و از بوزم 2 تا، یکی ماده یکی نر. قل بگوی پیامبر علیه السلام الذکرین حرمه، کدام یک تا از زمی مذکر یا مؤنث نر و ماده حرمه حرام ساخته الله، عمل انثیین یا مادهش کدامشه، مذکرش الله حرام ساخته یا مادهش. اما اشتملت علیه ارحام الانثیین، یا آن چیزی که شامل است بالایش شکمای انثیین از ماده. یعنی علت حرمت چیست؟ مذکر بودن است یا مؤنث بودن، یا ای که در شکم مادر قرار داره. اگر اینطور باشه خب باز کل اگر چیستا نر بودن علت حرمت باشه، کلی حیوانات نر باید حرام باشه. اگر ماده بودن باشه کلی حرام باشه. اگر نه که چوچه در شکم مادر است، در شکم مادر بودن علت حرمت باشه، باز کلش حرام میشه. کدام یک علت حرمت است؟ نبیونی بعلم، برای ما خبر بده با سند و دلیل. اینجا علم به معنای سند و دلیل است. بیاره چی میگی شما یکی را حرام میکنی دیگر حلال، این سری مردا جایز و سری زنان ناروا، این از کجا کشیده؟ خبر بده با سند و دلیل ان کنتم صادقین، اگر شما راست هستی در ادعایتان. و من الابل، پیدا کرده از شترا اثنین 2 نوع، و من البقر اثنین، از گوام 2 نوع، یعنی نر و ماده. قل بگوی پیامبر علیه السلام الذکرین، آیا امو نرایش حرم الله حرام کرده، من الانثیین یا مادایش، اما اشتملت یا آن چیزی که شامل است علیه بالای از او ارحام الانثیین شکم ماده. کدام چیزی که شکم ماده داره او بودن ده او علت حرمت است، کدامش است؟ ام کنتم شهدا، یا شما حاضر بودید و سواکم الله بیازا، در آن وقتی که حکم محکم و تاکیدی کرد الله به این گپ، شما حاضر بودید؟ کجاست؟ الله خو این کار نکرده. فمن ازلمو، پس کیست خیلی ظالم ممن از او کسی که افترا جور میکنه علی الله بالای الله، کذبا دروغه، لیضل الناس، بخاطر که گمراه بسازه مردم بغیر علم، بدون کدام سند و دلیل. اینا یعنی طرف شرک دعوت میده و میگه کی حلالی حرام. عمرو ابن لحی ابن قمعی خزاعی که پدر عربا بود و رفته بود طرف مدینه، در اونجا شرک دیده بود، قطعی خود شرک آورد، عرب هم برای ازو دعوت داد. الله میگه که اینطور مردم ها دروغ جور میکنه، بعد از او مردم گمراه میسازه که نه از جان خود دروغ جور میکنه که حرام است و این حلال است. آلی هم مردم ها همونطور پیدا میشه، در زیارت ها مردم ها دعوت میده و برش میگه این حلال این حرام. پای تیجا نمانی که حرام است، گردش بکو که بدون از این زیارت نمیشه، طواف بکو. عجیب که پاره یا جور کردن و این را موجب از اسباب دین میدانن. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، یقینا الله متعال هدایت نمیکنه قومی که ظالم است، یعنی مشرک است، شرک میکنه، در شرک فعلی میکنه یا عقیدوی، هر رقم شرک که میکنه. شرک در تحلیل و تحریم عملی است، و شرک دهی که صفاتای تحلیل و تحریم به غیر الله ثابت بکنی، شرک عقیدوی میشه. قل بگوی پیامبر علیه السلام لا اجد نمیابم فیما اوحی، در آن چیزی که وحی کرده شده بسوی ما، الی بسوی ما محرما، چیزی حرام کرده شده را. کدام چیزایی را که مشرکین سر خود حرام میکنه، الله میگه پیغمبر علیه السلام که بگو سر ما حرام نیست. علا طاعم، بالای خورنده، یطعمه که میخوره، الا یکون میتتا، مگر کی باشه مرداری. یعنی آن چیزایی را که شما حرام کرده حلال میدانی، آن چیزی را که شما حلال میدانی حرام است، آن چیزی که
حرام است شما حلال میدانید. به که چیزی حرامی که الله حرام کرده به نسبت حلال بودن شما عقیده شما او را براتان بیان کنم. الا یکون میتتن که مرداری باشه یا حرام است، او دمن یا خون مسفوحا روان که از بدن خارج میشه در حالت جریان است، نه خونی چسبیده نه خونی که جامد است که ما شما برش تیلی و گپا میگیم. او لحم خنزیر یا گوشت خنزیر باشه فانه رجس، یقینا نمی گوشت خنزیر خیلی ناپاک است، ضرر داره، هیچ نوع خیر دو نیست، نفع دهش نیست یا باطل و پلیت است. او فسقا یا است که فسق است یعنی برآمدن از حکم الله متعال است، یا عمل فسق است که کسی به ذریعه نعوذ بالله نظر غیر الله یا شرکی کارا را میگذاره. احل لغیر الله یا او فسقا فانه رجس، او فسقا فانه رجس ای پلیت است، او فسقا یا برآمدن از طاعت و حکم الله باشه. چی رقم از حکم الله برآمدن باشه؟ احل که آواز بلند کرده میشه لغیر الله بغیر الله بیهی بالای کدام حیوان نه که به نیت تقرب و نزدیکی جستن سر از اون نام میگذاری اونو حرام است. فمن استر غیر باغ، کسی که ناچار باشه در حالی که لذت نمیخواه، ولا عاد تجاوز زاید از ضرورت هم نمیخوره، باغی نیست. باغی مانا که طغیان میکنه لذت جوسته صد رمق یا چیستا گشنگی خود رفع نکنه بلکه پشت لذت بگرده. ولا عاد تجاوز نکنه از حد ضرورت. فإن ربک، یقینا پروردگار تو غفور مهربان ذات است، میبخشه مباح کرده می حالت، رحیم رحم کننده است که حرمت گناهش باقی نمیگذاره، بلکه در این موقع برای تو جایز است که به اندازه صد رمقت یعنی نفست نگاه کنی به مو اندازه بخوری. و علی الذین هادوا حرمنا، این تفصیلاتش پیش آیت تیر شده بود از او خاطر دیگه تفصیل نمیدیم. بالای کسانی که هادو یهود هستند حرمنا ما حرام کرده بودیم کل ذی ظفر، هر حیوانی که صاحب ناخن است یعنی ناخندار است، انگشت گشاده که داشته باشه اونو را چی میگه؟ ذی ظفر میگه. و من البقر والغنم، از گو گوسفندم حرمنا حرام کرده بودیم علیهم بالایشان شحومهما، امو چی چربوی اردویشانه چربویش حرام کرده بودیم. الا ما حملت، مگر چربو هم حرام نبود. کدام چربویی که حملت برداشته است ظهورهما، پشتای دو حیوان، امی گوسفند و گو در پشتش اگر کدام چربوست و حرام نیست دیگه چربوها را حرام کرده بودیم. اول حوایا، یا او چربویی که گرفته شامل است برش روده ها، او مختلط بعظم، یا او چربویی که امرای استخوان چسبیده او چربو را حرام نکرده بودیم. ذالک، حرمتی چربو بالای از یا از گو و گوسفند، جزاینهم ما جزا دادیم یاره به بغیهم به سبب سرکشیشان که سرکشی کردن یهود. و انا لصادقون، یقینا ما راست گوستیم یعنی همه حقیقتا را بیان میکنیم. فین کذبوک، اگر نسبت دروغ به تو میکنه پیغمبر علیه السلام، فقل ربکم، بگو پروردگارتان ذو رحمت واسعه، صاحب رحمت فراخ است، خیلی فراخ است. اگر شما سابق جنایت ها کرده، کارهای غلط و نادرست کرده، حلال حرام حرام حلال کرده، میتونه که آلی ایمان بیاری و توبه بکشه. چرا؟ الله صاحب رحمت وسیع و فراخ است. ولا یرد باسو، بازگردانیده نمیشه عذاب الله عن القوم المجرمین، از قومی که مجرم است. الله که یک دفعه اراده عذاب بکنه باز دیگه گشته نمیشه، عذاب خامخا واقع است. پس قبل از اینکه سری مجرم عذاب بیا مناسب است که توبه بکشه، سری جرمی خود و اعتراف بکنه که ما مجرم بودیم، بس اینی برش کفایت میکنه. سیقول الذین اشرکوا، زود است که بگوید کسانی که شرک کردن چی میگن؟ دلیل غیر منطقی نعوذ بالله، این دلیل نیست لیکن یا بری خود دلیل میگیرن. لو شاء الله، اگر الله میخواست، ما اشرکنا، ما شرک نمیکردیم. پس همه معلوم شد که الله خواسته که ما شرک بکنیم. اگر الله میخواست ما شرک نمیکردیم. یک، ولا بانا، پدرای ما نمیکرد. ولا حرمنا من شیء، ما هیچ چیز حرام نمیکردیم. خیر چیزی را که ما نکردیم و کدام شرک ما و پدرای ما کردیم، حتما الله خوش داره که ما کردیم. اگر الله ای را خوش نمیداشت من نمیکرد ما را، تباه میکرد ما را. نه، 4 روز زندگی آرامه، سند برای چی؟ بگه حرام خوری خود پیش میکنه. امروزم
بعضی مردمای گناهگاری بدبخت میگه پا میزنه، میگه اگر من خراب میبودم الله اینطور موقع حرام خوری رو برام نمیداد. حتما دوستی الله است و الله دوست داره که همین کارا بکنم. همین کارا میگه نعوذ بالله. و هم میگفتن میگه اگر از شرک الله نفرت میداشت دیگه ما هم شرک نمیکردیم، پدرای ما هم نمیتونست. الله متعال خوبی میگه بندگی خوب به جبر نیست، لا اکراه فی الدین. الله خو میتونه که کلگی رو مجبور به بندگی خود بکنه، لیکن حکمت تقاضا. چرا اگر کلگی مجبور شه و خیر دیگه ترتب ثواب و عذاب چی رقم شود؟ با کی عذاب با کی ثواب بده؟ نه، به امر اختیاری میشه. اینجا خو این مشرکان الله سند و دلیلش ذکر میکنه که اگر الله میخواست ما شرک نمیکردیم، خو الله خواسته که ما شرک کردیم. حالی هم چی میگن؟ بعضی مردم از تقدیر دلیل میگیرن، میگه من قتل کردم خو الله خواسته بود که قتل کردم، در تقدیرم نوشته بود. الله خواسته دیگه، من مجرم نیستم، الله نوشته کرده. تو از نوشته الله خبر بودی؟ هر دوڑی خور تو که خودم بری میکشی که نه این گناه را من کردم الله برم نوشته کرده بود، خبر داشتی پیش از گناه؟ ها؟ تو خبر نداشتی، از نوشته تا آگاهی نداری. اینجا برات میگه که این شرک نکو، این قتل نکو، یعنی گناه را نکو. وعید مقابل ذکر میکنه، سخت تهدیدت میکنه، عذاب ذکر میکنه. تو خبر نداری که برای تو نوشته است قتل یا نیست. هر تو چرا قتل میکنی؟ اینجا الله تو را منع کرده رویست. این سند تو نداری، از او خاطری دلیل شدن نمیتونه. کسی که از تقدیر بالای خود استدلال میکنه که در تقدیر این نمیتور بود، از او خاطر ما کردم، من گناهگار نیستم، زنا در تقدیرم بود. تو خبر نبودی که تو زنا میکنی، از تقدیرت خود تو آگاه نیستی. کذالک کذب الذین، مثل که این مردم ها دعوادار نسبتای دروغ به الله میکنه. نعوذ بالله. میگه این کارای ما معقول است چرا که الله خوش کرده. اگر الله خوش نمیکرد این قدر موقع بر ما نمیداد. نه انسان چقدر عجول است و چقدر نمیفهمه خیر خدا. اگر الله در هر گناه شما را یک دم هلاک میکرد خود تو حالی نمی بودی. اولا تو گناه کردی تو حالی نمی بودی. الله چقدر رحیم ذات است، بری تو موقع داده، گناه تام پنهان کرده و منتظری عزیزت که تو توبه میکشی یا نه. اگر توبه کشیدی کل گناهت محو، اگر نکشیدی از الله خدا خلاص کرده نمیتونی. اما تو انسان از اینمی مهلت دادن الله استفاده چی میکنی؟ غلط استفاده سوی. کذالک مسلمینمی که یا ممیتور دلیل غیر منطقی بی اساس میگن. اینمی قسم کذب الذین، نسبت دروغ کرده بود کسانی که من قبلهم پیش از شما بود، حتی ذاقوا بأسنا، تا که چشیدن عذاب مرا. اینمی طور موقع برش داده شد خب میدانی واسه، لیکن این مردم هوشیار نشدن، زور امام زده تراوی تا که عذاب ما آمد. قل بگالی برش به پیغمبر اسلام، هل عندکم من علم، کدام سند و دلیل داره؟ فتخرجوه لنا، که بر ما بکشه که بله اینی چیز حلال اینی چیز حرام الله کرده یا اینی شرک صحیح است. بره سند الله. ان تتبعون، شما تابعداری نمیکنه، الا الظن، بجز از گمان. کلی گپایتان سری گمان روان است عقیدتان. و این انتم الا تخرسون، نیستی شما مگر اٹکلیاستی، اٹکل میکنی، تخمین. اما طور یک آرزو داره که شاید این خوب باشه، شاید نه. دین دلیل طلب داره. چقدر فرمولی قوی است، فرمولی که انسان در حق میکشاند راستی ها. کدام فرمول؟ هر موضوع را روی سند بپذیریم. روی چی بپذیریم؟ سند بپذیریم. اگر سند و دلیل داری علی الرأس والعین، اگر نداری دیگه چرا مرا دعوت میدی؟ در بدر میکنی مرا، باز دروغگوی هستی. قرآن کریم بیان میکنه که مشرکین عقیدهشان فقط گمان است، گمان میکنه و عملشان اٹکل است. اٹکل خو میفهمی، غیر سنجیده شده. حالی هم همونطور زیاد مردم هستن گمان میکنه که ما کامیاب هستیم اما بالکل جنتی هستیم. با گمانی خود سند داری؟ دلیل داری؟ ما فرقه ناجی هستیم، دیگهش میگه ما فرقه منصوری هستیم، نصرت شدیم، دیگهش میگه ما فرقه اهل سنت الجماعه، دیگهش میگه سلفی هستیم. با دعوای دهن نمیشه که هر کس خود منصوب بکنه. گبیسته که سند داریم یا نه، دلیل داریم یا نه. چی دلیلی سلفیت داری؟ تنها یک رفع الیدین میکنی. یک رفع الیدین دلیلی سلفیت نیست. دلیل سلفیت است که در عمل و عقیده در کل زندگی، در هر گوشه زندگی
ثمر یا آثار سلفیت دیده شود. واقعا تو احترام متقابل قائل هستی، سنگین هستی، دلسوز هستی. این طرف خود سلفی میگی، این طرف علما را توهین میکنی، تحقیر میکنی، کتاب نعوذ بالله بد نسبت میدی. این سلفی شده نمیتونه، اهل سنت شده نمیتونه، طایفه منصوره شده نمیتونه، فرقه ناجیه شده نمیتونه تا سند و دلیل پیش نکنه. کدام دلیل داره که شما فرقه ناجیه هستی؟ قل بگوی پیامبر علیه السلام فلله الحجة البالغه، خاص برای الله است. فلله الحجة البالغه، خاص برای الله است. الحجة دلیل، البالغه پورا محکم، دلیل پورا و محکم خاص است برای کی؟ الله. از همون خاطر کسی که از قرآن سند پیش میکنه دلیل، بس دیگه دلیل محکم است. دلیل انسان ها خود دلیل نیست. قال امام شافعی رحمه الله، قال احمد بن حنبل رحمه الله، دلیل نیست. قال فلان دلیل نیست. دلیل منزل می باشه از کتاب الله و حدیث کی؟ صحیح رسول الله صلی الله علیه وسلم. این دلیل، این دلیل میگه. دلیل کافی و پوره نمیست، دیگه دلیل شده نمیتونه. شما باور بکنید تعالی را ملاها نمیدانه، تو برش میگی دلیل بیاره، والی کتاب برات میگه فلان کتاب گفته. و برادر کتاب خو یک مواری انسان است، مؤلف است، نوشته کرده. تو نوشته که است، من میگم نیست، خلاص. کی فیصله میکنه ایره؟ دلیل بشناسیم. یک ترجمه. دوم، قل بگوی پیامبر علیه السلام فلله، خاص برای الله، الحجة الزام است، البالغه که رسیده، تمام شده، مکمل شده، محکم شده. الله الزام محکم است سر کل مخلوق خود چی کرده؟ ثابت کرده. الله الزام خود ثابت کرده. یک بندیش نمیتونه که عذر پیش کنه که نه من خبر نبودم. نه، الله بر جوهر عقل داد، حواس داد، در بیرون قرائن نسب کرد، پیغمبر روان کرد، کتاب روان کرد، رای خوب و خراب مکمل تشریح شده. آلی دیگه تو چی؟ الزام سری تو ثابت شده بیادرم، دیگه خود شرط داده نمیتونی. او محکم اینطور الزام یادی نه. یک دیگه ترجمه. قل بگوی پیامبر علیه السلام فلله الحجة البالغه، فلله خاص برای الله است، الحجة البالغه دلیل تمام. پس که وقتی الله دلیل تمام، دلیل پوره و تمام خیلی ثابت و مستحکم برای الله متعال است، پس چرا شما نمیایی بس تسلیم نمیشی به دلیل تمام؟ چرا؟ در دلیل تمام خود تسلیم بکنی که الله توفیق بده راه یا بیره براتان. شما به دلیل تمام تسلیم نمیشه. اٹکلا و چیسته تخمینا را در سند و مرکبی خود جور کردی، سرش سوار شده رایسته، خلاص. بعد از او باز میگی که ما به حقم باشیم. کجا به حق است؟ به اٹکل روان است. خوب است، خوب است، این عمل من انشالله قبول است. اٹکل روان است. چی بگیم؟ ماهای اخیر رمضان است، چی؟ شبهای اخیر رمضان مبارک است، شبهای قدر است. دین روز یک خواهر زنگ زده بود در رادیو، گفت 2 ختمه بردیم تا 29، آلی استاد کردیم، نمیخوانم شد تا که در 27 ختم بکنم. اینه کی کشیده؟ او خواهر تو 2 روز 3 روز پیش در 29 رساندی، بکو تمام کو قرآن کریم، از سر شروع کو، بخاطر که ختمم در 27 شد. اینه کی کشیده؟ پیغمبر گفته. کدام ثواب داره، کدام سند داره؟ اٹکلیا. اینی اٹکلیا میگه، تخمینیا. و برادر قرآن بخوان، از هر جایی که میخوانی، ضرور نیست که به ترتیب از اول بخوانی، بلکه آدم در نماز او جای قرآن میخوانه که خشوع تا دیگه هم قوی میسازه، گریانی تا میاره. آیتای کوبندی عذاب الله را بخوان در شب 27 در نماز. نعمت او آیتایی که تقاضای نعمت است که الله نعمت ها سرت کرده، چی تقاضاست تو داره، او را بخوان که توجه دیگه هم برابر شود. مردم الا ختم، این ختمه کی کشیده؟ این چه قسم است؟ بیچاره. سخت حالت است، تخمین است، اٹکل است. مردم از خود تیشه و این قدر رکات نماز بخوانی، این قدر دفعه قل ولا بگوی، این کلش اٹکل و تخمین است. کی کشیده میره؟ غیر یک موضوع ثابت است. عایشه رضی الله میگه که اگر شب لیلة القدر باشه کدوم دعا را بخوانم؟ پیغمبر میگه اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. دیگه هیچ چیز نیست. مردم از خودی طور چیزا را کشیده. شب لیلة القدر خود چی میکنیم؟ مجلس میگیریم، اجتماع داریم،
یک جای میشینیم. نه و برادر، یک جا نکنی، علیده بشینی در کنجی خانه، تاریک باشه، کس نبیناتنا، ریا نکنه، خودنمایی نکنه. سبا باز به هر کس میگه والا ما خب قیام اللیل کردیم امشب، قاری صاحب خب خواندن آکد. مردم خودنمایی میکنه، چی گپ است؟ عبادت الله را بکنی به تنهاییتان، ببینی که خشوعتان در کجا برابر میشه، یقینا گریانتان در کجا میاد. عبادت الله کلش تخمین و اٹکل است. فکر میکنن کی ثواب داره؟ نه، ثواب عبادت او وقت ثواب داره که به نقشه پیغمبر صلی الله علیه وسلم باشه. نقشه پیغمبری تو نبود. پیغمبر علیه السلام نامد که حالی مردم جمع کرده باشه، ختم کرده باشه. دیگه خود چی میکنی؟ مردم تا شب 27 در مکتبا در مسجد ها ختم میگیره، بشینه که شب 27 روز 27 است. بدعت است. طریقه ها و کیفیت های عبادت از خود نکشه. مبتدعین خود جور نکنه. هر کس بگذاری عبادات نفلیست، کسی نمازی خدا میخوانه، کسی کاری خدا میکنه، کسی توبه خدا میکشه. التزام است. دکاندارا را ببینی که جمع شد 27 است. مسجد ببینی، مکتب ببینی، دفتر ببینی 27 است. 27 است چی میکنی؟ شوی 27 است، روزی 27 نه. تو شو زدی خو کردی، سریالا را سی کردی. آلی آمدی باز دروغ. بایی چهار کلمه بنگ کردنی آیات های قرآن کریم تو شب قدر گرفته نمیتونی. جناب عالی، شب قدر به عبادت و به محنت و به کوشش و به عاجزی به سوی الله متعال انسان گرفته میتونه.